بسم الله الرحمن الرحیم سوره عصر شروع میشه. این سوره را به نام والعصر یاد میکنه. الله قسم یاد کرده به کلمه عصر. عصر مراد از پیش چیست تشریحش میکنیم. 13ام سورت در نزول خود است، بعد از سوره علم نشرح و قبل از سوره عادیات نازل شده. ارتباط این سورت قطعی ما قبل در اونجا الله زجر داد که او مردم نکنی فخر یکی بالای دیگه، نکنی قدر حرص زیاد کردن مالایتان. در اینجا الله تبارک و تعالی زجر میده به خسران که چرا سرمایه بزرگیتان شما تاوان میکنه، از دست میده و هیچ چیزی را به دست آوردن نمیتونه. این را الله تبارک و تعالی زجر میده. یا اونجا الله ما را گفت که سبب بدبختی است، در اینجا راه نجات برای ما معرفی میکنه که کدام است. سوره والعصر یقینا جامع ترین خردترین سورت، اما جامع ترین. امام شافعی رحمت الله علیه در حق سوره نوشته میکنه اگر الله هیچ آیت دیگری را روان نمیکرد، تنها یک سوره روان میکرد، دیگه بنده عذر نداشت نعوذ بالله پیش الله تبارک و تعالی که چرا برای هدایت ما چیزی دیگری روان نکردی. میگه امی سورت کفایت میکرد برش. و دیگه تعبیر قولش طور است که اگر هیچ آیت قرآن دیگه نمی آمد برای نجات انسان ها امی یک سورت کفایت میکرد. از همون خاطر جامع ترین سورت کوچک که در اونجا نقطه حیاتی و سرنوشت ترقی انسانی در او ذکر شده باشه سوره والعصر است. از همین خاطر از همین اهمیت صحابه کرام معمولشان چی بود؟ الله اکبر. کاش که ما در نقش قدم صحابه روان میشدیم و هرگاه دو صحابی با هم ملاقات میکردن تا وقتی یکی از دیگه جدا نمیشد که سوره والعصر نمیخواندن. چرا؟ و خواندن به این خاطر نمیکرد که ثواب ببره، هر کدام یکی دیگر را متوجه مسئولیت میکرد که ما در این برنامه زندگی خود چی مسئولیت های داریم. خدا جور کنیم، اجتماع را جور کنیم. ما مسئولیت داریم که هم خودساز باشیم و هم جامعه ساز باشیم. اون وقت این جامعه رو به ترقی است، این جامعه کامیاب میشه. دمون نقطه که الله خواسته دمون نقطه معیاری از جامعه رسه. ولی زمانی که مطلب و مقصد سوره والعصر تامین نشوه، عملی نشوه، فهمیده نشوه، جامعه انسانی همیشه در گودال هلاکت است نعوذ بالله. امروز سرنوشت مسلمانان را مشاهده میکنه. علت چیست؟ از این نکته هایی که سوره والعصر به ما معرفی میکنه ما مردم و جامعه دور رفتیم، از همون خاطر دچار مشکلات خیلی زیاد شدیم. الله ما را توفیق بده که از این مشکلات خود بکشیم و توفیق بده که سوره را در زندگی خود عملی بکنیم. الله قسم به عصر خورده. چند معانی را براتون مفسرین ذکر میکنه. الله قسم به عصر خورده، مراد از عصر نماز دیگر است. نماز دیگر اهمیت خیلی بسزای داره در دین در شریعت اسلام. پیغمبر علیه السلام کسی که نماز عصرش ترک میشه که انه وتر اهله و ماله، تو گویی که هلاک و برباد شده مال و اولادش. و پیش مردم خو معلوم نمیشه خو یک نماز عصر ضایع کردن مثل که کلی خاندان از دست داده باشی، کلی مال از دست داده باشی. یک فردی خانواده ما که یک روز وفات میکنه چندین روز امی کلی اقارب مکمل در ساعتهای غم در لحظات غم میشینه که یک فردی خود از دست داده. اما قرآن میگه نماز دیگر از دست دادن مثل که کلی خانواده از دست داده باشی، کلی مال از دست داده باشی. ای کاش که ما اهمیت های نماز خدا میفهمیدیم. ولی چه اهمیت داره؟ نماز دیگر موقع است که ملائکه روز بالا میشه، ملائکه شب پایین میشه و به الله تبارک و تعالی اعمال تو را تقدیم میکنه. الله خو علم داره، لیکن بازم برای از اینکه معلومات و شاهد برای شاهدان باشه، معلومات برای ملائکه هم باشه، بگویا که چی که رفتی بندیم در کجا بود؟ در نماز صبح آمده بودی در عبادت شروع بودی، در نماز دیگر در عبادت بودی که ملک از پیشت رخصت میشد. در اینجاست که الله میگه که بندیت ما رفت امام عبادت تو را میکرد، می آمد امام عبادت تو را میکرد، باز تو انسان هستی که الله سرت فخر میکنه سری ملک. برش میگه کسایی که همون انسانی که نفس داره، خواهش داره، مقتضیات خیلی زیاد داره، لیکن عبادت مرا فراموش نکرده. لیکن امروز امو ضایع ترین نماز کدام نماز است؟ دیگر است. ضایع ترین نماز به نزد مردم نماز دیگر است که نمیخوانه. چرا؟ هر کس در مرحله آخری کاری خود رسیده می باشه، آذان داده می باشه، خو لیکن این کاری خود جمع نمیکنه، میگه کم مانده. معمار میگه 1 متر خشچینی مانده، دیقان میگه 1 کرت آب دادن مانده، دکاندار میگه امی 3-4 نفر خریدارم سودا بدم باز دکان جمع میکنم، دفتر والا میگه تو باش امی حساب و کتاب من امیره چی بکنم ثبت بکنم باز میرم. نماز دیگر ضایع میشه. خو لیکن کسی نماز دیگر خواند باز 2 نماز دیگر هم خوانده میتونه که دیگر نخواند
و این وقت شد نه عالی قضا شده شیطان خبیث تمی موقع براتان میاد براتان چی میگه نه وقتش دیر شد برو باز یک جای در شام بخوان یادتان باشه نماز قضا نمیشه خو این عادت خود جور نکنی که پیغمبر علیه السلام حتی کسانی که نماز دیگر از وقت اول دا آخر میبره و اونجا باز میخونه او را پیغمبر علیه السلام میگه تلک صلات المناقبه ترقب الشمس این نماز منافق است که فقط نظر میکنه در هفته و هنگامی که در حالت غروب میشه باز چی میکنه ینقر کنقر الدیک فقط نول میزنه به مثل نولی چی واره بگوی مرغ واره این صلات منافق است نعوذ بالله. خب با تاسف در افغانستان در مسجد ها همیشه نماز در وقت کراهت خوانده شده دمی کل عمر نماز دیگر 2.5 ساعت وقت از پیشین تا شام داره. صحابه میگه ما شطور چی علال میکردیم ذبح میکردیم 10 تقسیم میکردیم مثل که در عید 7 شما یک گاو تقسیم میکنی 10 تقسیم میکردیم که 10 نفر شریک میبود پخته میشد میخوردیم باز میرفتیم داخل خانه های مدینه منوره و بازم افته و سفید بود بازم افته و بگوی بالکل بالا میبود. ولی مردم افغانستان ببینه که نماز این مردم شما باور بر الله بکنید دل آدم میسوزه است همه خیر و برکت محروم است. نمازهای خود همیشه در وقتهای آخر میخونه حالا که در تعجیل صلات مشکات شریف پس کنه که چند صفحه حدیث در این مورد آمده که پیغمبر چه وقت نماز خوانده. امروز مردم نمیفهمه که ما نماز کی بخوانیم از او خاطر نماز دیگر که نخواندی شام شیطان برات تشویش میکنه که برو باز پسان بخوان. هر وقت نماز که از پیشتان قضا شد وقتی من نداره برادرها پیغمبر میگه کسی که از نماز خود خو رفت از فراموش کرد امی که از خو خیست یادش آمد وقتی کراهت نداره دستی وضو کو او دستی نماز بخون دایی سینه کو که آفتاب بر آمده یا نبر آمده یا غروب کرده یا غروب نکرده وقت نداره برادر نماز قضایی امی دستی بخون. اگر نخواندی تو در حقیقت آلی کفارت هم نمیشه تو کوتاهی کرده الله تو را بگیره. از او خاطر الله تبارک و تعالی برای ما و شما در مسئله قضایی فقط دستی بخون. خب لیکن اینجا باز چی میکنه شام میره در خانه مانده و زله میباشه اونجا فیلم خبیث هم چالان میباشه برای میگه خفتن باز وقتی که نان بخوره چای بخوره خو سرش غلبه میکنه خسته و زله است نه دیگر خان نه شام خان بگوی نه خفتنه صبحکی خوبی از او دبجهیست این مردکه پیشین خوبی از او مصروف کاری خود است. از او خاطر از نمازهای الله آگاهی نداره نماز دیگر اهمیت داره. اگر نیکی وضو داشته بودی دیگر شامم میخوانی بگوی خفتنم میخوانی اگر وضوی رقم کی باشه مردم چی میگه الا زود جماعت کنه که وضوی ما تنگ است و مردم این نماز به خاطر از این نیست یک بیگار وضوی تنگ باشه برو وضوی تا میده کو عبادت الله به وضو تنگی نمیشه. پیغمبر علیه السلام منع کرده که یک کسی حاقن یا حابس باشه بادی خود بند کرده یا پیشابی خود بند کرده و سر امرای از او این حالت نماز درست نیست. این نماز در این وقت این نیست نماز عبادت الله است با بسیار حالت عاجزی تضرع خشوع به الله تبارک و تعالی ادا میشه. ای کاش که ما این حقیقت ها را درک میکردیم. خیر نماز دیگر اهمیتی به سزای داشت الله سرش قسم یاد کرد. یک توجیه. دوم مراد از زمانه مطلق زمانه است. مطلق زمانه الله سرش قسم یاد میکنه. چرا مطلق زمانه اینقدر اهمیت داره؟ بله مطلق زمانه از چند بعد اهمیت داره. تاریخ الله سرش سری زمانه قسم میخوره سری تاریخ سر ما شاهد میگردانه که انسان بری تو دیگه هیچ بهانه و عذر باقی نمانده. تاریخ استادت بود از سرنوشت اقوام سابقه از حوادث گوناگونی از او که برای تو مربی بود و معلم بود برای تو درسای عظیم داد. چرا تو دیگه باید حتما بیدار باشی در حالات در زمانه های سابقه حالات گوناگون تیر شده تو باید بیدار بشودی. از او خاطر زمانه انسان بیدار میکنه معلم و مربی کاری آیندهش است. از او خاطر الله سرش قسم یاد میکنه. دیگه مراد از عصر امی عمر هر انسان است زمانی عمر هر انسان. این قول راجح ترین قول است چرا که ان الانسان لفی خسران به اعتبار زمانی عمر خود انسان است. از او خاطر این راجح ترین قول است. این را تشریح میکنم پشت سر. بعضی تنها زمانی پیغمبر علیه السلام گرفته بعضی هر زمانی که در اونجا دعوت شروع باشه او را گرفته. دیام کدام بعد نیست یعنی صحیح است. چرا هر زمانی که دعوت دین صورت میگیره واقعا قابل قدر و قیمت است ارزش زیاد داره. برای ما و شما امی ساعت امی لحظه بسیار ارزش طلایی داره. الحمدلله
شکرگزاری الله را میکنیم که ما در مسجد الله نشستیم برای کتاب الله. واقعا این لحظه بهترین لحظه است، لیکن راجح است که مراد عمر است، عمر انسانی. الله تبارک و تعالی قسم یاد میکنه سر عمر انسانی. عمر انسانی بزرگترین سرمایه انسان است و این قدر قیمتی والا داره که هیچ قیمتش پوره نمیشه، هیچ قیمتش پوره نمیشه. شما بگوید چرا پوره نمیشه؟ ما قطعی لحظات عمر خود امون نعمتای جنت خریداری میکنیم که دنیا در مقابلش هیچ است. شما نعمت جنت با کدام نعمت دنیا خریداری کرده میتونه؟ نمیتونه. خب اینمی عمر و لحظات عمرتان خریداری میکنی. از این خاطر قیمتترین چیز، ارزشترین چیز عمر انسان است، لحظات عمر انسان است. خب این را ضایع نکنیم. این طور یک سرمایه است که منجمد نیست نگاه کنی، در یک جای پنهان کنیشه، در روز آینده به دردت بخوره. این طور سرمایه است که او شده میره، مثل برف فروش واره. یک کسی که از سالنگ برف آورده اینجا مانده او میفروشه، این برف چیزی منجمد نیست که در سبا بگذاره. از امو خاطر او شده میره. زمانم امی قسم است. از امو خاطر امام فخر رازی رحمت الله علیه در تفسیر خود نوشته میکنه که یکی از بزرگای دین رفت که یک برفروش یک درو میگه که ارحمو، چیستا رحم بکنه بالایو کسی که چیستا که یذوب رأس مالی، رسول مالش یک درو او شده میره. وقتی خواب دمی طور نظر کرد کی برف میفروشه، یک دفعه گفت الله اکبر، واقعا این مردکه که آواز میده به مردم که الله سر ما شفقت کنه، به برفی مرا بگیری، به خاطری که اگر کسی نگیره همین روز بگذاره خب بیگا هیچ چیز باقی نمیمونه. این کلش او میشه. اونجا فهمید، گفت بله سوره والعصر اگر تفسیرش کسی میخواه، فقط پیش برف فروش بره، اونجا باز میدانه عمر انسان یک لحظه. سخنی که گفتم امی قدر سخن، امی لحظه عمر ما کاسته شد، کم شد، روزمره روان است او به هیچ قیمت پس خریداری کرده نمیتونیم. از این خاطر اینجا وقتی که این طور سرمایه است که خودش در حالت سیلان است، روان است، جریان داره، ختم میشه، بسیار آدمی هوشیار، دکانداری هوشیار کار داره که امی دستی تلاش کنه، بسیار زحمت بکشه، مردم جمع کنه، سر و صدا کنه که حالا بیای بخری. انسان در عمر خود امی رقم هوشیار باشه، امی رقم تلاش بکنه که یک لحظهش از بین نروه. این لحظه عمرت کدام لحظه بود؟ گفتم طلا بود، طلا که نعمت جنت سر امی لحظه خریداری میکردی. بله خب اینطور کسای هم است که امی لحظه که طلاییست اینا نعوذ بالله عذاب جهنم جور میکنه برای خود. در جای در این ترجمه قرآن رفته در سینما نشسته، در جای شنیدن قرآن موسیقی را شنیده، نعوذ بالله. در جای مالی که در راه الله مصرف کنه رفته نعوذ بالله زنا میکنه، عیش و عشرت میکنه. امی زمانه است، این امی عمر است. واقعا قابل قسم است که الله یاد میکنه والعصر، قسم به زمانه عمر هر فرد انسان، ان الانسان لفی خسر، یقینا هر فرد انسان در تاوان است. چطور در تاوان نیست؟ الله یک قدر انعامات به ما کرده و در مقابل هر انعام باید ما شکرگزاری بکنیم. کردیم، توانستیم، یقینا که در تاوان است. هر انسان الله پیدا کرده چه او را دارای مواهب عظیم خود قرار داده، بخششا برش کرده، ولی چی کرده در برابر الله؟ کل فرد انسان در تاوان است، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نسخه نجات 4 جز داره. ایرا میگه این سوره والعصر یک نسخه مکمل نجات انسان، یک نسخه مکمل هدایت انسان که 4 جز داره، از 4 جز ترکیب یافته. کدام است؟ ایمان، عمل صالح، توصیه به حق، توصیه به صبر. برنامه 4 نکاتی سازنده زندگی انسان است. 4 نکات در نظر بگی دیگه مکمل جامعه انسانی واقعا امو راحت و امو امنیت و امو عزت برش حاصل میشه که هیچ پرسان نکو. کدام است؟ الا الذين آمنوا. کلگی در تاوان است بجز کسانی که ایمان آورده. الا الذين چی؟ آمنوا. بجز از کسانی که ایمان آورده. سر چی ایمان آورده؟ مشهور است، معلوم است، در قرآن به بسیار موارد ذکر شد. در اول سوره بقره ذکر شد، در آخر خو مکمل آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر. آمده یا نآمده؟
ایمان آمده، یعنی به کل اجزای مومن بهی، به کل افراد مومن بهی امی مومن ایمان داره. مراد از ایمان تقلیدی نیست. ایمانی نیست که پدر و مادر مومن بود. چرا مومن بود؟ به خاطری که کوزه وضویش در خانه ما در کنج است، موجود است. در پنجاب که بری پرسان کنی شما مسلمان هستی؟ گفت بله. خب چه رقم مسلمان هستی؟ نماز یاد نداره، روزه را نمیگیره، ولی پدر و مادری ما میگه کوزه وضویش در اونجا در خانه ماست. در ترکیه میگه زنا میگه لوچ چیستا فقط در چوٹه با زن نوزم میگه که من مسلمان هستم. نعوذ بالله. فقط چرا خدا مسلمان میگه؟ یعنی بابا و اجداد ما مسلمان تیر شده. الله رحم بکنه. امروز دی وطن ما ممور رقم است. ما و شما کلی ما مسلمانای تقلیدی هستیم. چرا مسلمان هستی؟ پدر و مادر مسلمان بود. چرا مسلمان هستی؟ در دفتر و رجستر تذکریم در مقابل دین اسلام نوشته شده. خب اسلام هم میشناسی؟ ایمان هم میشناسی؟ ایمان چی را میگه؟ سری چی چیز ایمان داری؟ یک تعداد خوشایت بگویه که اسلام تسلیم شده نمیگه، ایمان باور و تصدیق میگه. خب اگر پرسان کنم که سری الله چی باور داری؟ جام باقی بمانه. شما بری از مردم سوال کنی که واقعا به الله ایمان داره یا نه؟ الله رو چه رقم میشناسه؟ از پیش سوال بکو که الله کیست؟ الله کیست؟ امی قدر میفهمه که الله ما را پیدا کرده. خب لیکن بعد از او که ما کلان شدیم الله است؟ نه، آقا صاحب است. کمری ما را آقا صاحب بسته کرده. اگر نمیکرد بگوی ما کلان نمیشدیم؟ میشدیم؟ نه، یک دانه گوساله را آقا صاحب برده، بعد از او باز در قبرها بردن است. بگوی که اونجا حاجت ما پوره شوه، اونجا بخت ما واس شوه، پیش اون دعا میریم، پیش جادوگرا میریم، بختای ما در اونجا بسته است علاج شوه. امی ایمان است؟ امی ایمانی که قرآن بیان کرده؟ یا در وقت مشکلات خود صدا کنیم که یا پیران پیر صاحب، یا شیخ عبدالقادر جیلانی، یا سخی صاحب، یا فاطمه زهرا، یا علی، یا حسین، یا ابوالفضل، کدامش صدا کنیم؟ ایمان است. ایمان قرآنی تو ایمان نیست. ایمان قرآن نیست که سری الله در هر چیزش باور داشته. مشکل کشا کیست؟ حاجت روا کیست؟ خالق کیست؟ مربی کیست؟ مالک متصرف کیست؟ فرمان روای مطلق کیست؟ حلال و حرام هر چیز الله برات میکنه. خامی تو ایمان وجود داره؟ بره شما سوال کنه، راستی تا نبگوه. ما ایمان داریم، ایمانی که قرآن معرفی کرده. این ایمان الله از ما تقاضا میکنه. تا که ایمان نباشه نمیشه. اول برنامه را الله ایمان میگه. چرا؟ ایمان چی است؟ زیربنای تمام فعالیت های انسانی، زیربنا و اساس تمام اثرات و کردار انسانی چیست؟ عقیده است، ایمان است. شما را چی چیز وادار ساخته که در اینجا بیه؟ باور داشته که رفتن و شریک شدن در ترجمه کتاب الله این موجب برکت و ثواب ماست، این موجب نجات ماست. از او خاطر الله اول برنامه نجات ما را ایمان معرفی میکنه. چرا؟ تمام حرکات انسانی ناشی از عقیده است، از افکار است. ما یک فکر داریم، عقیده داریم، یک کار انجام میدیم، دیگه بس کنی خیر ببینی میره، خودشان میفهمن. خب عالی. چرا؟ ما حیوانات واره نیستیم. حیوان کدام حرکتی که میکنه از روی غریزی طبیعی خود میکنه، اما انسانی طور نیست. انسان هر حرکت، هر عملش ناشی از مفکوره و عقیدهش است. از امو خاطر بود که انبیاء علیهم السلام اکثریت عمر خدا، مبارزه خدا در صحت عقیده تیر کرده. پیغمبر علیه السلام 13 سال در مکه مکرمه دعوت عقیده میداد. چرا؟ اگر ایمان صحیح شد، باز بعد از او اثرات اعمال اثرات ایمان است و خود به خود صحیح میشه، خود به خود درست میشه. اگر ایمان درست نبود باز هیچ عمل صحیح نمیشه. بزرگترین عقیده توحید و بزرگترین بدبختی شرک است. از همون خاطر اولین مبارزه انبیاء علیهم السلام علیه کی بود؟ شرک بود، که به امرای الله کسی را شریک ندانستن. به امرای الله نه در قدرت، نه در علم، نه در تصرف، نه در ملکیت، نه در الوهیت، نه در ربوبیت و نه در اسما و صفات. کاش که ما یاد می داشتیم کتاب عقیده را بدانیم، بخوانیم، بعد از او بر ما معلوم میشه که الوهیت چی را میگه، ربوبیت چی را میگه، اسما و صفات چی را میگه. ولی امروز ما نامهای الله را سری مردم گذاشتیم. این زیارت فلان است، این زیارت خوب کردن دیوان است، این نامهای الله را سری مخلوق الله گذاشته رایستیم، باز میگیم ما مؤمن هستیم. اینطور مؤمن نه. قرآن مؤمن قرآنی را معرفی میکنه. کسی که ایمان قرآنی داشته باشه، این اول برنامه است. تا که ایمان نباشه هیچ عمل قابل قبول نیست. و عمل الصالحات و مسلسل به تقاضای ایمان عمل صالح انجام میده. تقاضای ایمان به خاطر میگم امروز برنامه های کفری خیلی زیاد،
کارای نیک کرده رایست سرک به ما جور میکنه، کلینیک جور میکنه، در عین میدان جنگ دمو فرصت سری جنگی دکتر میرسه از صلیب سرخ و او را تداوی میکنه. خو این عمل ناشی یا به مقتضای ایمان نیست، بلکه به خاطر عزیزته که به مردم معرفی شوه که مردم اینی قدر خیر خواست. او ناشی از ایمان نیست، او عمل معتبر نیست. عملی که ناشی از تقاضای ایمان باشه. قرآن در اینجا دو قید دیگر هم، یکی صالحات جمع ذکر میکنه و یکی صالحات قید قطع عمل صالحات میمانه. او چرا جمع ذکر میکنه؟ به خاطر که مؤمن کسی نمیشه که یک دو کاری خوب انجام بده بس دیگه نجات پیدا کرد. قرآن از پیشت هر عملت صالح باشه، کلی اعمالت از خرد گرفته تا بزرگ عملت مکمل باید انجام بدی و صالح باشه. قید صالح چرا ماند؟ قید صالح به این خاطر مانده که عمل اگر صالح نباشه ولو که هر قدر زیاد است به نزد الله تبارک و تعالی قابل قبول نیست. آلی عمل صالح کی را میگیم؟ اگر ما بسپاریم به عقول مردم، به عقل مردم اگر عمل صالح را بسپاریم و ترازورم معیارم برای صلاحیت و عدم صلاحیت عمل افکار و نظریات مردم مقرر کنیم. یک عمل پیش یک آدم بسیار بد است، پیش عمل نفر دیگه بسیار پرارزش است. نسواری را نسواریشه بگوی آنقدر مهم است که هیچ پرسان نکو، اما نفر دیگه او عمله بگوی که در اون خانه اتاق نسوار میکشی او را اعلام میکنه در اتاق دیگه میره. معیار برای شناخت عمل صالح افکار مردم نیست، عقول مردم نیست. ما باید ترازوی موثق داشته باشیم، تغییر ناپذیر داشته باشیم. باید معیار عقل کسی را قرار بدیم که قطعا معصوم است، هیچ نوع خطا در کارش آمدن نمیتونه. او کیست؟ پیغمبر. از ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. عمل صالح وقتی عمل صالح میگرده که موافق نقشه و کرداری کی باشه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. این معنا را در ذهن خود جا بده. امروز که ملا خطا میشه، پیر خطا میشه، فقیر خطا میشه، هر کس کی خطا میشه به خاطر خطا میشه که نمیشناسه که عمل صالح کدام است. از او خاطر هر عمل که یک کمی چند دانه فایده را در رأسش مرتب ببینه که این فایده حاصل میشه، او را خودش میگه عمل صالح. مثل نوروزه میگه فایده حاصل میشه، مردم خوشی میکنه. مثل میلاده، مثل نعوذ بالله بدعتای دیگر که مردم کشیده، یا اصلا مفهوم عمل صالح را نمیفهمه. عمل صالح اموسته که به نقشه پیغمبر برابر باشه. اگر یک عمل انجام میدی پیغمبر صحابه انجام نداده، ترغیب نداده، اشاره نکرده، صراحت نکرده، دلالت نکرده، ولو که 1 میلیون فایده سرش مرتب میشه و تو جز دین بدانی، او را به نام چی یاد میکنه پیغمبر؟ بدعت. و او را میگه رد است. خب کاش که علمای ما این نکته را بدانه. با تاسف آلی بسیار علمای ماست شما باور بالله بکنید این نکته را نمیدانه که این نکته چرا است. امی قید عمل صالح در قرآن کریم باز برای ما در اینجا عمل صالح را متصل ایمان ذکر میکنه. اشاره به این میکنه نفس ایمان هم کفایت نمیکنه تا که ایمان تصدیق کنه عمل، اثرات ایمان معلوم شوه. چطور شده میتونه؟ اگر ما یک گروپ در اینجا داغ کنیم از کلکینا هم روشنی بیرون میبره، کل مردم میدونه که اینجا گروپ است. ولی اگر اینجا گروپ نباشه از کلکینا روشنی دیده میشه؟ قطعا نمیشه. عمل صالح اثر اینی روشنی است. کسی که ادعا میکنه که قلب ما پاک است، من ایمان و باور به الله دارم، اما عمل نداره، نه نماز، نه روزه، نه زکات، دروغ میگه، غلط میگه. اگر اینجا روشنی باشه اثرش بیرون میبره. از او خاطر ایمان بدون عمل صالح درست نیست. عمل صالح خود قبولیتش موقوف بالای ایمان است. این را میگه خودسازی. 2 نکته برای خودسازی است. عقیده پیدا کو، مطابق عقیده تمام زندگی تا برابر کو به عمل صالح، به نقشه پیغمبر قدم بگذار. دیگه آلی پشت نقشه پیغمبر تو بگرد، تلاش کو که پیغمبر خوابه چی رقم کرد، خوردنه چی رقم کرد، خانه داخل چطور شد، مسافرت چطور کرد، جهاد چطور کرد، روزه چه قسم گرفت، نماز چی رقم خواند، کل مسائلشه تو باید جستجو بکنی. جستجو کردیم 70 سال از عمر ما میگذره در مسجد نماز خواندیم پشت ملا صاحب. شما را بالله قسم کسی پیدا شده گفته ملا صاحب که او ملا صاحب نماز پیغمبر صفتش در حدیث برای ما بگو؟ کسی گفته؟ نگفته. باز داد میزنیم محبت قطعی پیغمبر داریم، ما امتی پیغمبر هستیم. تو باید در تمام خرد و بزرگ اوامر از حال پیغمبر خبر و آگاه کو خدا
و بعد از عملت موافق پیغمبر بگردان. ما امروز دیگه دعوا نداریم. به الله قسم آنقدر محبوبیت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در قلبم است که ان شاء الله پورا حنفی نداره، دم دلم است. ولیکن ما میگم که مردم آگاه بسازیم، در تاریکی نگاه نکنیم، بیا حدیث پیغمبر را پیش کنیم، به مردم بگویم که اینی طریقه پیغمبر است و همین طریقه را خود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه توصیه کرده. مردم ما را بد میگه، مذهب قبول نداره، ما پشتی مذهب روان هستیم، اصل توصیه مذهب ما قبول میکنیم، ولی یک عالم معصوم نمیدانیم. وحی آسمانی سر یک عالم نامده، رأی و نظریه یک عالم درست نیست. شده میتونه هزارا عالم رأیشان درست برایه، هزارا عالم گپشان قابل قدر باشه. ما دیگار خطی بطلان بکشیم؟ کدام وحی سر ما آمده که تنها نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قبول کنم، یا از امام شافعی، یا از امام احمد ابن حنبل، یا امام مالک؟ نه، ما از داوود ظاهری را قبول میکنم، از ابن حزم قبول میکنم، سفیان ثوری را قبول میکنم، با شرطی که موافق کی باشه؟ بگه سنت رسول الله. مردم به می دعوت میکنیم برادرها، امی برنامه ماست، این همی برنامه ماست و این برنامه از قرآن از حدیث گرفته شده. اگر ما پشت دیگران میریم واقعا گمراه هستیم، واقعا. که اونجا حدیث پیغمبر را ببینم تا امروز در مساجد افغانستان اشاره به انگشت نمیشه. سنت بزرگ پیغمبر متروک است. چرا نمیشه؟ در مذهبی ما نیست. اورام در مذهب کلی مذهب مطالعه نداره، بیچاره در خلاصه نیست، خلاصه برش حرام گفته. اما دیگه مولا علی قاری 2 رساله نوشته میکنه. تو اگه حنفیستی از کجا دیگه کتاب حنفی هم بخون؟ لیکن این بدبختی ها در جامعه ما آمده، مردم امو طرف روان است. سنت های رسول الله را کسی آگاهی بگه نداره، او فقط زمزمه، سر و صدا است، تبلیغات است. میاد آخری قرآن کریم و من شر حاسد اذا حسد و من شر النفاثات، بازی گپا میاد اونجا باز حقیقت میدانه که مردم چرا سر و صدا میکنه، چرا اینقدر غوغا را انداخته پشت سر ما چی کردیم؟ رفتیم تفنگ گرفتیم مردم قتل کردیم؟ مثل امریکایی ها واره که مردم میکشه، یک نس عسکرش چند طفل و چند نفر بزنه، ما خودتورام نکردیم؟ خود چرا اینقدر غوغاست، سر و صداست؟ و جشمیه ان شاء الله. دوم عالی میگه و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این عقیده مفکوره وقتی دوامدار میشه، حفاظتش میشه که در کل جامعه تواری مردم باشه. این گپ امو کسای برادرایی که حدیث شانه چسباندن و پای چسباندن شنیده برای از اینال خوب معلوم میشه. دین روز قصه براتون میکنیم. دیگر بود یا پیشین ما چون نماز میخوندم دیگر بود ان شاء الله. نماز میخوندیم، پای برای یک برادر نزدیک کردم در حالی که پایش اول خوب گشاده بود، حتی از پای من کلم خیلی گشاده بود. خب که من پای چسباندم او یک کمی دور کرد، من باز چسباندم او آخر رفت که قریب 2 پایش بچسبه. من خود کنترل کردم پای خود از امو اندازه خود دیگه دور نکردم. ایره شما در هر مسجد دیده امی تو رست یا نه؟ تو جور هستی، خود نفری دیگه جور نیست. آلی تو چی طور عمل به سنت بکنی؟ پیغمبر خود برات میگه در صف نماز شانه به شانه بچسبه، پای به چی؟ پای. اما نفری دیگه جور نیست. عمل تو چی طور عمل میکنی؟ قرآن برات میگه تنها به این نمیشه، این عمل تو وقت دوام پیدا میکنه که دیگران هم مفکوره و هم طرزی تو شوه و هم بپذیره. اوی وقت میشه که یکی با دیگه توصیه چی را بکنن؟ حق و تواصوا بالحق. یکی با دیگه وصیت حق بکنن. وصیت میفهمی؟ مرده در آخری حالتی که از دنیا حرکت میکنه گپای تاکیدی خود به اولاد خود میگه یا نمیگه؟ او گپا یکی مهم میباشه یکی تاکیدی میباشه که ایره بسیار خامخا عملی کنی. از او خاطر رو وصیت میگه انجام امر کردن با بسیار تاکید از حق ایره توصیه میگه. اگر ما و شما این وظیفه را از خود کنیم که در حق توصیه کنیم، هر کس توصیه به حق چی را میگه؟ حق او چیزی را میگه که واقعیت داره. بس چقدر گپی درست. اسلام دین واقعی، رای ما رای واقعی. فقط ما پشتی واقعیت ها میگردیم، واقعیت ها بگردیم، را گم نمی کنیم. و امی وصیت به حق است که ما پشتی حق میریم. چیزی که واقعیت داره، چیزی که اساس نداره، واقعیت نداره، او را نمیریم. به طور مثال حنفی هستم، کتاب فقه حنفی هدایه نوشته کرده که نیت به زبان مستحب است، لیکن وقتی ده حدیث رفتم هیچ سند نبود. انبیاء علیهم پیغمبر صحابه کلگی که در نماز خسته در زبان لفظم نگفته، بس استاد شده نیت قصد قلب میگه. ما پشتی واقعیت برم یا پشتی نعوذ بالله یک گپ؟ پشتی واقعیت میرم. اونجا واقعیت است.
حالی دیگه نمیگم که فلان عالم فلانی مذهب اینی گپ گفته، میگم نه، پیغمبری گپ نکرده، نمیکنم. که پدرم هستی، استازم هستی، هر که احترامت به دیدی قدر، اما در مسئله شریعت از محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم که در کسی را پیش نمیدانم. اگر من دانستم باز مؤمنم نیستم. یا ایها الذین آمنو لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. در پیش دستی از الله و رسولش نمیتونیم با هیچ وجه، ولو که نوری چشم ما باشه. یا هسته؟ شما بگوی هسته؟ اگر این نظریه را کسی رد بکنه مؤمن شده نمیتونه. معصوم یک پیغمبر است. معیار و ترازو برای طول کردن عمل صالح یک پیغمبر شده، کسی دیگری نشده. و عمل صالحات گفتیم ما به بین نظریه دعوت میدیم که پشت واقعیت بگردیم، یکی با دیگه توصیه کنیم و تواصوا بالحق، یکی با دیگه توصیه به حق بکنیم. آن چیزی که واقعیت داره، یقینی است، اساس داره، دلیل داره، با مو توصیه بکنیم. یکی حق چیست امور وصیت کو، یکی با دیگه تو پیدا کردی. امی شما در ترجمه قرآن شریک شده، حق پیدا کرده که اوه مردم خو وقت حاجتا به مردم دیگه آواز میده، پایش میلخشه یا سخی صاحب میگه. امی یکی در پیش پالوی روان است، هر دویتان در این گل پایش لخشید، یا سخی صاحب گفت قرار از دستش محکم بگی. از پیش سوال بکو جناب تو که پایت لخشید یا سخی صاحب گفتی، چرا گفتی؟ او مجبور است که حتما برات میگه که یا سخی صاحب گفتم به خاطر که نفتم در گل. از پیشش سوال میکنی امی آوازی تو را سخی صاحب میشنوه بلا اسباب، چی جواب برات میگه؟ خب گوشی تا نواز کنی. خب برو شنید آوازی تا. سخی صاحب توانمندی از زیر داره که در این قدر فرصت باریک امی دستی برسه و تو را از افتادن امی طور نگاه کنه. بگوی بلا اسباب، سببم وجود نداره، شنیدن، فهمیدن، دمی لحظه خود رساندن. هر سهش صفتای کیست؟ او تو به کی ثابت کردی؟ اینی را توصیه به حق میگه که آلی سری از او را خلاص کو، توصیه به حق برش بکن، قطی خود نگاه نکن. تو خوب هستی که موحد هستی، لیکن دیگه موحد نیست. خانه موحد نیست، خانواده موحد نیست، قطی تو همگان نیسته، همکار نیسته. تو نماز دور و دراز میخوانی و میگه سر ما خبرهای تلویزیون تیر کردی، نمازی تو خلاص نمیشه، قنگی تلا چالان میکنه. در مقابل تو سری نماز خودم نمیفهمی، قهر میشی که یا الله این چطور حال است، این مصیبت در خانه است. در خانهت مصیبت جور نکو، توصیه به حق بکن. یکی خرا یادتان باشه توصیه به حق گپ یادی نیست، روان شدن در راه حق گپ یادی نیست. این بری خود مصائب و تکالیف کار داره. زمانی که توصیه به حق شروع شود یک دم موانع ایجاد میشه، آنقدر حالات دیگرگون میشه که ما تعالی را یک نفر سر ما سند بکشه که مولوی متوکل در طرف مذهب وهابیت دعوت داده. کدام وقت ما شما را گفتیم که بیا وهابی شوی؟ یا محمد ابن عبدالوهاب بن حیث امام در تمام نظریاتش بپذیره، پشتش روان شه. شما را به الله قسم دعوت داده امتانه. خب لیکن در کابل چی معرفی میکنه؟ مولوی صاحب متوکل وهابیست. حتی این گپ باعث ای شده که در یک مرکز علمی مرا نمیمانن که تدریس کنم. چی کنم؟ مردم هوشیار، مردمی که سالا در دین خدمت میکنه، آماده به این نیست که من درس بگویم اونجا. چرا؟ قرآن بر ما میگه و تواصوا بالصبر، وصیت یکی با دیگه با صبر بکنه. این موانع ایجاد میشه، لیکن از استقامت کار میگیریم. از چی کار میگیریم؟ خیر است. یک روز مردم تو را نمیپذیره، ای میکنه، از خانهت میکشه، حتی در موتر بالا نمیکنه تا. حتی او دکاندار خود قصهش شنیده، این دو سودا میداد، مولا صاحب رفت برش گفت که چیست سودا بده، نرخ کم کو یا چی طور کرده بود یا قرض. این دو گفته بود برو مولا دیگه کارت ندارم، هیچ برات سودا نمیدم. مولا صاحب آمد در سر منبر بالا شد، گفته مردم این دو وهابی شده. این دو بیچاره قرار نشست یک نفر دیگه سودا نمیگیره. آخر فامید پرسان کرد که چی گپ است؟ گفت مولا صاحب تو را سر منبر وهابی معرفی کرد. آمد در پای مولا افتاده که مولا امی کلی سودای مفت است. خب لیکن صفایی مرا بکو. مولا صاحب دیگر روز در سر منبر گفت مردم توبه کرد این دو از وهابیگری خود.
باز دیگه سیلی خریدارا در جانش چسبید. ما را آلی مردم وهابی معرفی کرده، از سایه ما مردم میترسه، در مسجد برای ما موقع ترجمه نمیده، در مدرسه ها برای ما موقع درس نمیده. و گلاس کی بکنیم؟ خبر داره؟ گلاس عوام نمیکنم. او عوام بیچاره که امی هر روز رادیوی غرب شنیده رایسته، تلویزیون و تمام برنامه های از او را شنیده رایسته، از او گله ندارم. او بیچاره خو معلومات نداره. گلاس کسی میکنم که کتاب الله دا پیشش است، اینا به مردم ترجمه میکنه، حدیث پیشش است، به مردم حدیث میگه، او ما را معرفی میکنه میگه وهابیست. اینا نمانه. حالی گلاس کی بکنیم؟ خب قرآن برای ما میگه، ما را استقامت در پیش میگیریم. امروز نمیمانی، خب 1 سال بعد ان شاء الله که اینطور بکنی که وای 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 کاش که 1 سال پیش مولوی صاحب می آمد، که ما خمی شاید دمی مجلس ما اینطور کسایی باشه که گفته باشه که کاش که 1 سال پیش گپی فلانی را نمیگرفتم و در ترجمه قرآن می آمدم، واقعا عقیده توحید الله را خمی شناختم. امی تو راست یا نه؟ برای من خودی مردم آمده گفته. خب معرفی کردن گپا را داره. و تواصوا بالصبر، یکی با دیگه وصیت به صبر است. شما را هر صبر توصیه نمی کنیم، هر کدامتون در روز جمعه یک شکایت تو نمی کنه. والا ما رفتم در مسجد دعا چی کردم من نکردم، مردم سرم خیست، چرا دعا نمی کنی؟ دیگهش میگه چرا رفع الیدین کردی؟ ما براتون میگم خیر است، خیر است. پدر مرا میکشه، عاق میکنه، مادر مرا نمیمانه، برای ما تهدید کرده که اگه دیگه توی کارا را کردی در مدرسه نمیمانم. اما چی براتون گفتم؟ بس صبر، استقامت اختیار کنی، خیر است. این روزا میگذره. این داستان پیغمبر علیه السلام از زندگیش فراموشی شما نشو. این عقیده حق اموتور خود به خود در دل مردم جا نمیگیره. این عقیده محنت کار داره، زحمت کار داره. ما و شما تلاش میکنیم، خود دل سلیکی میسوزانیم سر این مخلوق مظلوم، همین بیچارگکا که سالا از هر چیز محروم، از هر چیز محروم، خو از علم دین بسیار محروم. همین طور است یا نیست؟ از علم دین بسیار محروم. دیگه خاص به خاطر رضای الله و ادای مسئولیت که در پیش الله داریم که الله تو را اینمی نعمت نصیب کرده، همین نعمت به مردم دیگه برسان. چرا که شکرگزاری نعمت سرت فرض است، باید تو را ادا بکنی. استقال تواصل به صبر میشه. صبر سری مصیبت، صبر از خواهشات. والا ما که در ترجمه میایم خب باز از دیگه جای محروم میشم، دیگه گپای بگذار، خیر است. این کاری آخرت است، این برای درد آخرتت میخوره، تو زندگی دینت جور میشه. خیر است اگر دیگرها یک مقام بالاتر از تو منصب گرفت پروا نداره، مامور باشی، او مدیر باشه، خوب است. خود تو علم قرآن داری، علم حدیث داری، طرز زندگی تا فهمیدی، معلومات برات حاصل شده. از او خاطر این توصیه صبر میگه. معلوم شد که 4 نکات برای نجات ما داریم. خودسازی که 2 چیز است، ایمان و انجام دادن کی عمل صالح. بعد از او چیست؟ اصلاح جامعه. هر کدام در تلاش ازی باشیم که دیگرها را جور کرده بریم. حالی شما وظیفه‌تان شناخته یا نشناخته؟ حاضرین ترجمه قرآن کریم، ما دعا براتون نمیکنم تا که این عمل انجام نده و همینطور به دلسوزی این عقیده قرآن به مردم نرسانه. سر شما ضرور است، مسئولیتتان دانسته، او ما و شما زندگی و حیات هم نداریم. اگر در جامعه قط ما مردم دیگه جور نشود، یک نفر موحد در یک جامعه در یک مسجد هیچ کار کردن نمیتونه، لیکن او روز به روز 1 2 نفر 3 نفر روز میرسه که امام خود به خود میگه امام این بدعتی تا گم کوی یا سبا نمیمانیم تا در مسجد. ما اینجا مولای موحد میاریم ترجمه قرآن به ما شروع کنه، درس حدیث. باز بعد از مردمای مخالفم در روز که مولای نو آمد ترجمه شروع شد، درسای حدیث شروع شد و 10 نفری مخالف حالی چی میگه؟ الله خیر بده می 4 دانه جوانی ما رو ما نو فهمیدیم. والا سابق بسیار خطا بودیم، همین جوانا را تهدید کرده. یا یک در ما را میگفتن که مولای ترجمه کننده را بیاریم، ما گفتیم نه همین مولای ما این مذهبی است. مذهبی مردم ما بچه خوش میشه بگو مولای مذهبی، بس مولای مذهبی خدا جور کو، نعوذ بالله کارا این دورم بگو از زردشتیارم بگو، بس دیگه قابل قدر هستی. صورت برای ما درس داد. پروگرام 4 نکته‌ای برنامه مکمل زندگی سعادت بخش انسانی است. اگر ما امت مسلمه این 4 نکته را عمل کنیم بالکل ما دیگه کامیاب هستیم، هیچگاه در زیر بار نعوذ بالله مستکبرین رفتن نمیتونیم. اما امروز نه ایمان درست است بگوی، نه عمل به طریق سنت است، او تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. خب مکمل چی شده بگوی؟ فراموش است یا نه؟ خب دیگر هم براتون میگم. در اینجا اگر مراد از آمنو و عمل الصالحات شود، عمل صالح
مكمل عقيدة، يعني صحة عقيدة وعمل. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ای امر بالمعروف است و تواصوا بالصبر، ای امر چیست؟ نهی عن المنکر است. چرا تواصوا بالحق؟ آن چیزی است که حق است، معروف و معلوم است. او تواصوا بالصبر، چیزایی که خواهش میکنی نفست یا شبهه برات پیدا شده او را باید تو چی کنی؟ درست بکنی. کی میگه؟ شیخ الاسلام. همین نکته هم ذکر میکنم در این صورت، بسیار مهم است. او میگه آن چیزی که مانع انسان میشه از انجام عمل نیک او دو چیز است، یکی شبهه است و یکی هم چیست؟ شهوت است. یعنی چیزی که خواهش نفس است و یا یک شبهه برات پیدا میشه کار نمیکنی. از او خاطر ده الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اینجا صحت برنامه عقیدوی است، علمی است. تو شبهات باید دور بکنی. او ده تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، ده تواصوا بالحق در اینجا بخش ازاله شبهه است و ده تواصوا بالصبر بخش چی است؟ منع کردن خواهشات است. یعنی تو خواهشات از بین ببر توسط صبر و استقامت ورزیدن، او حق معرفی کو که شبهه به کسی باقی نمانه، آل دیگه عمل صالح کرده میتونی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.